هلو گایز، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. آقا بالاخره مشکل صدامو درست کردم. 1 2 3 صدا بالاخره مشکل صدا رو اوکی کردم. روزهای عجیبیه دیگه. من تازه فهمیدم که این هدفون ما ضبط نمی‌کرده صدا رو و صدا رو شما داشتید از طریق گوشی میشنیدید، ولی الان اوکی شده ایشالله. اومدیم با یه چالشی که جدید نیست ولی خیلی هیجانی و خیلی خفنه. چالش کیس مری کیل. ما 3 تا یوتیوبر یا 3 تا آدم معروف داریم، از بینشون باید انتخاب کنیم کدومو بکشیم، با کدومو ماچ کنیم خدایا شکر ای خدا، و با کدوم ازدواج کنیم. چون چالشه و همه رفتن، شاید یوتیوبرهای مثلا مثل فرشاد سایلنت، آریا، مدگل، میا، اینا همه باشن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک، کامنت، سابسکرایب چنلمون یادتون نره. حمایت کنید تا ویدیوها رو دیلی بذاریم و خفن بریم جلو. بریم سراغ چالش. لیتس گو. شروع میکنیم با اولین یوتیوبر که یوتیوبر نیستن. اولیشون خانوم چقدر چیزو تغییر ربکا. این مثلا خانم ربکاست. اولیش ربکا رو چقدر تغییر دادن، چقدر افکته الکیه، ولی ربکا خودش واقعا جذابه. دومیش رهاوان تونز و سومیش ریحانه پارسا. زیبای آفرینش. از اونجایی که من ریحانه پارسا رو خیلی خوشم میاد، نمیدونم کدوم انتخاب کنیم. شما هم انتخاب کنید برام تو کامنت ها بنویسید. حتما خفه شد دیگه بابا. من فکر کنم جواب بدونم. من با نهایت احترام خانم رهاوان تونز رو شات میکنم، با اینکه صدای خیلی جذابی داره. رهاوان تونز شات میشه. کیل ریحانه پارسا، مری یا همون ازدواج و ربکا کیس. به نظر من که اینطوری منطقی داره. حالا شما هم هر کدوم میخواید در من تو کامنت ها بنویسید ببینم نظرات شما چیه. برو بریم ستای بعدی ببینیم بعدی ها کیان. از همین اول خیلی هیجانی شروع شد. بعدی اوه یه ایرانی بین دوتا خارجی. 021 مشکل داریم بیناموز، ما داریم زحمت میکشیم. نه چی؟ مادر 021 همون گندم. جنا اورتگا بازیگر چیز بود دیگه، فکر کنم بازیگر اگه گفتید اسمشو، اسم سریالی که بازی کرد پخش شد همینجا. ونزدی و بیلی آیلیش به قول گوگل ترنسلیت. کی گفت؟ گوگل ترنسلیت یایلیشو داریم اینجا. من کاملا جوابو میدونم. من جنا اورتگا رو با شاتسان شات میکنم و حذفش میکنم. کیلمون میشه جنا اورتگا، مریمون بین 021 و بیلی آیلیش. 100% بیلی آیلیشو میخوام همیشه داشته باشم. پس مری و ازدواج بیلی آیلیش و بوسه هم یا همون کیس به 021 میرسه. برو بریم یوتیوبر یا آدم معروف بعدی. لیتس گو. بعدی خیلی هیجان طوره و سخت باید بگیم. برای من که راحته، ولی خب از لحاظ چی بهش میگن، افشا و اینا، بین میا پلیز، دنیا جهانبخت و تاکسیک گرل یا همون کوثر، بین اینا من سختمه، واقعا سختمه. برای من که راحته، ولی خب کیسو از لبای انقدر دنیا جهانبخت کیس میشه لبای بزرگی. تاکسیک گرلم اصلا دوست دارم ولی کیل میشه متاسفانه. اصلا خوشم نمیاد از این اتفاق، چون تاکسیک گرلم خیلی اولویت های و میا پلیز هم
میافلیزم مری یا همون ازدواج. به نظر من منطقیش اینه. حالا شما برام تو کامنت ها بنویسید کیو چیز میکنید. براتون صحنه هایی از هر سه تاشون میذارم، بگید کدوم انتخاب میکنید برای کیس، مری یا کیل. به نظر من که سخت‌ترینش بین این سه تا بود تا الان. حالا براتون از صحنه های از میاپلیز، دنیا جهان بخت و تاکسیک گرل میذارم، خودتون انتخاب کنید، به منم گیر ندید. برو بریم بعدی خوتن، ترلان پروانه و مدگل. سخت شد یکم. من که خوتن رو 100 شات میکنم چون که خوشم نمیاد دیگه، ولی سلیقه خیلی سلیقه ما نیست، میدونی دیگه به درد نمیخوره این دنیا. این ترلان پروانه و مدگل باید یکیشون تا ابد ازدواج و یکیشون ماچ و کیس. و من ترلان رو برای کیس انتخاب بکنم یا مدگل رو نمیدونم واقعا. این عکس ترلان واقعیشو دیدید همش چیزه، حالا نمیتونم پیدا کنم، خیلی قدیم دیدم. این عکس ترلان پروانه همش ادیته، یعنی روخش ترکیده به یه ورم همش ادیته. از بین مدگل و ترلان خیلی سخته برام انتخاب. ترلان و ازدواج یا مدگل ازدواج. ترلان و ازدواج و مدگلم کیس دیگه، طبیعیش اینه، ولی مدگل ازدواج نمیدونم. اینو شما بگید کدوم بین ترلان و مدگل کدومو داشته باشیم برای کیس و کدوم برای مری. بنویسید تو کامنت ها حتما. لایک ویدیو هم یادتون نره، همین الان که دارید ضبط میکنیم ما ساعت 6 صبح و تازه آفتاب در اومده و من نخوابیدم، داشتم تامنیلا رو میزدم. آهنگ جدید تتلو هم با مرژاک کیه اون اومد، خیلی ترک بمبی بود. برو بریم بعدی مارگو راگبی، زندیا و آنجلینا جولی. وای خیلی سخته. من زندیا با اینکه چیزای کوچیکی داره، لامپای کوچیکی داره، ولی از اونجایی که فیلم مردعنکبوتی و اسپایدرمن دیده باشید کراش همتون میشه زندیا. بنابراین نمیدونم اصلا بین اینا کدوم انتخاب کنم، خیلی سخته برام. آنجلینا جولی جذابه. با آنجلینا جولی مری و جنا اورتگا که قبل بود. چرا اینقدر بیشوری؟ مارگو راگبی و زندیا میمونن برای کیل و کیس. به نظر من که مارگو راگبی کیس باشه منطقی تره و با کراش عالمین اسپایدرمن فن ها متاسفانه خداحافظی کنیم و شات کنیمش. برو بریم بعدی. سخت شد خیلی برای من سخته اینا همه. برو بریم بعدی. اوه بعدی بین پادشاه کوروشتوپیا و پادشاه سایلنت آرمی و پادشاه ایکس آرمیا، بین فرشاد سایلنت، کوروش زرندوز و کئوکسر دیگه. حالا کیس و مریش مهم نیست چون همشون پسرن، ولی فقط کیلو که بخوام بگم خیلی سخته برام کیلو بخوام بگم. کوروش که 100% جزو گزینه‌های کیلم نیست. کوروش پادشاه کوروشتوپیا، بزرگوارانه، اصلا جزو کیلم نیست کوروش. بنابراین از بین کیلامون یا آریا یا فرشاد باید باشه که من فرشاد رو شات کنم یا آریا، نمیدونم. شما بگید. دیدی همش من کامنت بگیرم ازتون، خب یه کامنتی بذارید دیگه. نمیدونم خیلی سخته انتخاب. اینا همشون جز الگوهای یوتیوبن، جز بزرگان یوتیوبن. آریا که پدر یوتیوبه. بین فرشاد و آریا فکر کن مثلا کامل یکی رو شات کنی و ویدیوهاشو تا آخر عمر نمیبینی، کدوم؟ فرشاد سایلنت رو شات میکنی. متاسفانه خیلی من فرشاد دوست دارم ولی
مجبورم که شاتش کنم و آریا که تازگی رفته کانادا و ونکوور پیش میا و کوروش ویدیوهاشون رو قراره تو کیکس کلاب ببینیم. بنابراین کوروش و آریا میمونن و فرشاد کیل میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب چنلمون یادتون نره. حمایت کنید زودتر 200 تایی بشیم و چنل اونایی خدا بخواد دوباره افتاده تو روال، دوباره داره ویو میگیره. امیدوارم که شما هم کمک کنید تو این ویو گرفتنه با لایک و کامنت گذاشتنتون. خلاصه که تا ویدیو بعدی بوس بای.